با سلام خدمت همه بینندگان خوب شبکه تلویزیونی تن تیوی. من بابک فتوحی با برنامه دیگه از سری برنامه‌های پیسی ورلد در خدمت شما هستم. امیدوارم که هفته خوبی رو سپری کرده باشید و امروز فرصت داشته باشید چند دقیقه‌ای با من سری به دنیای کامپیوتر بزنید و اطلاعات بیشتری راجع به کامپیوتر کسب بکنید. قبل از هر چیزی میخواستم تشکر کنم از دوستانی که با تلفن یا ایمیل با من تماس گرفتن و هرچند که هنوز به مباحثی که مورد سوالشون بود نرسیده بودیم، ولی من سعی کردم که از طریق ایمیل پاسخگو باشم. اینجا خواستم تو این برنامه هم یکی دو کلمه راجع به سوالایی که پرسیده بودید و نظراتی که داده بودید صحبت کنم. اولین دوستم آقای شهاب از هلند با من توسط ایمیل تماس گرفته بودن. مشکلی برای کامپیوترشون پیش اومده بود که من مفصل سعی کردم تو ایمیل براشون توضیح بدم و خواستم از این طریق هم یک یادآوری بکنم راجع به مطالبی که گفته بودم. ببینید اساساً هیچ وقت نصب کردن آپدیت ها به خصوص سکیوریتی آپدیت های برنامه ویندوز باعث خرابی سخت افزار یا خود کامپیوتر شما نمیشه. حالا اگر این توأم بشه، مثلا فرض بفرمایید ایرادی بوده یا ایراد نهفته‌ای بوده و بعد از نصب کردن این برنامه ها توأماً اون ایراد هم بروز بکنه، نباید اینو به اصطلاح به حساب نصب برنامه‌های جدید بکنید. ببینید شما سرویس پک 3 رو نصب کرده بودید تا اونجا که من یادم از ایمیل شما برای ویندوزتون و بعد از اون کامپیوترتون دیگه روشن نمی‌شده. دو تا نکته یادتون باشه. سخت افزار اگه ایراد داشته، حالا ممکنه برنامه جدید جور دیگری خواسته باش کار بکنه و این ایراد تازه بروز پیدا کرده. مطلب دوم این که گاهی اوقات پیش میاد که ویندوزهایی که ما روی دستگاهمون داریم، روی کامپیوترمون داریم، ویندوزهای اصل نیستن، کرک شدن، کپی هستن و با نصب کردن متعلقات جدید روی این ویندوزها گاهی اوقات خود برنامه ویندوزی که دچار مشکل میشه یا به اصطلاح کرش میکنه و وقتی که کرش میکنه کامپیوتر شما درست کار نمیکنه، روشن نمیشه، مرتب ریستارت میکنه تا یه جایی میره جلو و بعد بلافاصله دوباره ریستارت میکنه و شما فکر میکنید کامپیوتر اصلا روشن نشده، در حالی که اونجوری که من از ایمیل شما استنباط کردم دکمه‌های کامپیوتر شما و بعضی چراغ‌ها روشنن. این نشون میده که چراغ کامپیوتر شما داره کار میکنه. اما اگر نمیتونه درست استارت بکنه، اگر ویندوزتون درست شروع نمیکنه، میتونه بیشتر مسئله نرم افزاری باشه. با این وجود همونطور که توی ایمیلم بهتون گفتم، بهتر این رو توی تعمیرگاه یا یک مرکزی که نزدیکتون هست ببرید، قطعات کامپیوترتون به خصوص هارد دیسکتون رو تست بکنن تا مطمئن بشید که سخت افزار شما سلامته و بعد احیانا مجبور شید که ویندوز رو مجدداً از اول نصب بکنید که البته چند برنامه دیگه من راجع به نصب ویندوز و مسائل مربوط به اون هم صحبت خواهم کرد. دوست دیگری از تورنتو با من تلفنی بعد از برنامه تماس گرفتن و نظراتی به من منتقل کردم، من جمله این که من هفته پیش سعی می‌کردم یک مادربردی رو به شما نشون بدم و محل‌های اتصال سیمای مختلف یا قسمت‌های مختلف کامپیوتر رو به مادربرد به شما نشون بدم که ظاهراً تصویر خوب نبوده و از من خواستن که این رو بیام روی صفحه دسکتاپ به صورت درشت نمایی شده نمایش بدم و راجع به بقیه سخت افزارها هم همین کار رو بکنم که قطعاً این رو ترتیب اثر خواهم داد و امروز هم 2 تا اسلاید دارم براتون از مادربرد، یکی از بالا یکی از پشت، که ببینید جاهایی که سیما وصل میشه دقیقاً چه شکلی دارن. دوست دیگری از تورنتو با من تماس گرفتن توسط ایمیل به نام آقای علی که پرسیده بودن که کی شروع میکنیم راجع به خود ویندوز صحبت کردن و من ایمیلی توضیح دادم براشون، اینجا هم توی برنامه عرض میکنم. ببینید من از برنامه اول هم این رو گفتم خدمتون. ما اگر یک سری مبانی اولیه رو ندونیم، وقتی که میخوایم برسیم به کارهای پیچیده‌تر، صحبت‌های
پیچیده‌تر بکنیم، با توجه به اون مبانی صحبت میکنیم، با توجه به این صحبت میکنیم که شما الان دیگه آلردی میدونید که کیلوبایت چیه، مگابایت چیه، هارد دیسک چه شکلی کار میکنه، اطلاعات کجاش ضبط میشه، رم یا مموری چی کار است، وظیفش چیه و چرا اگر ویندوز مثلا نصب شده رو کامپیوترتون و یهو برق میره دستگاهتون دفعه بعد دوباره روشن نمیشه یا ویندوز بد کار میکنه دیگه کار نمیکنه. پس لازمه که این مبانی رو من راجبشون حرف بزنم و اگر کمی حوصله کنید از این مبانی که بگذریم خودتون هم قبول خواهید کرد که اون وقت صحبت کردن راجب مسئله کم پیچیده تر راحت تر خواهد بود و مفاهیمی که میخوام منتقل کنم بهتون آسون تر براتون و ملموس تر خواهد بود. به عبارتی دوست دیگری از نیویورک با من تماس گرفتن تلفنی به نام آقای محمد که من تلفن زدم به شماره‌ای که گذاشته بودن برای من و پیغام گذاشتم براشون. امیدوارم که پیغام منو گرفته باشید. دو تا مطلب رو فرموده بودید که این که می‌خواستید بدونید ساعت برنامه چی. اگر بیننده برنامه الان هستید که خب میدونید جمعه ها ساعت 6:30 بود ساعت شروع برنامه، اما به خاطر ماه رمضان و تغییر ساعت برنامه ها من جمله اخبار که بعد از برنامه من پخش میشه ما چند وقتی رو اجالتا تا اطلاع ثانوی از ساعت 6 شروع میکنیم و تا قبل از اخبار برنامه رو تمام میکنیم. و نکته دوم که پرسیده بودید آیا من CD آموزشی به همین شکلی که الان این برنامه رو اجرا میکنم دارم یا خیر. متاسفانه فعلا این CD ها آماده نشده، ولی اگر آماده شد از طریق همین برنامه به اطلاعاتون خواهم رسوند. خب این یک به اصطلاح پاسخگویی خیلی سریع به سوالایی که مطرح شده بود و دوستانی که تماس گرفته بودن تشکر میکنم ازشون. امیدوارم که بقیه دوستانی هم که بیننده این برنامه هستن خجالت رو بذارید کنار. حالا ممکنه سوالا فکر کنید سوالای خیلی ساده یا خب چه اشکال نداره. من یکی دیگه از دوستان قدیمی خودم که مرتب هم با من در تماس هستن و به محل کار من میان برای رفع مشکلات کامپیوترشون، به اون روز به من میگفتن که خب من زنگ بزنم یه سوال ساده بپرسم خب بده. نه، ندونستم بد نیست، نپرسیدم بده به اعتقاد من. و چرا نپرسید؟ زنگ بزنید، هر چقدر هم سوالاتون ساده است بپرسید. من خوشحال میشم اتفاقا، چون هر چی سوال ساده تره منو میبره به سمت اینکه یک مطلب جدید رو از پایه شروع کنم و اگر تا حالا راجبش حرف نزدم بیشتر حرف بزنم یا اگر کم گفتم راجبش بیشتر براتون توضیح بدم. و به همین علته که اصلا نباید فکر کنید سوال شما ساده است و بعد پرسیدنش. نه، اصلا اینطور نیست. دنیای کامپیوتر انقدر وسیع، انقدر گسترده است، انقدر روز به روز در حال تغییر و تحوله که باور بکنید خود ما هم که توی این صنعت هستیم، توی این رشته داریم کار میکنیم، خود من شاید بعد از 20 سال باور کنید که هر روز هنوز مشغول یاد گرفتن هستم و هر روز برام سوالای تازه پیش میاد و میگردم جواب سوال رو با مطالعه پیدا میکنم و امیدوارم که بتونم از طریق این برنامه هم در این اطلاعات جدید رو در اختیار شما بگذارم.